سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 5 فوریه شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه بحثی ویزا حرکت مردم هدف سفر هیئت حکومتی تاجیکستان به تاشکند و برای آمادگی به سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان. مقامات کمیته دین میگویند قانون تنظیم رسم و آیین مردم را صرفه‌جو کرد و میلیون ها سامانی آنها برای زندگی خودشان ماند. از حسابی فقط تنها دو معرکه‌ای که به تعاون برگزار می‌گردد به فایده شهروندان زیاده از 31 میلیون سامانی مبلغ پس‌انداز گردیده است. برفی بیشتر از نیم متری در پایتخت روسیه کار مهاجران را سخت کرد. در مسکو صدها ماشین تنبه شدند، هواپیماها پرواز نکردند. تفصیل خبرها. یک هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان صبح امروز به تاشکند رفت تا مسئله سفر رسمی شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه را بررسی کند. هیئت را عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری میکند و قرار است سندهای همکاری بین دو طرف بررسی شوند. حالا معلوم نیست شوکت میرزیویف کی به دوشنبه می آید، اما ماه گذشته در جریان سفر نخست وزیر ازبکستان عبدالله عاریفوف به دوشنبه دو طرف در مسئله آسان کردن سفر مردم، حل مسائل مرزی و از نو باز کردن راه مهمی آهن اموزنگ و ختلان به توافق رسیدند. آخر همین هفته روز 9 فوریه در کره جنوبی بازی‌های زمستانه المپی آغاز می‌یابند که در آن بیشتر از 2,500 ورزشکار از 90 کشور با هم رقابت می‌کنند. اما امسال کسی از تاجیکستان به شهر پیونچخان محلی بازی‌ها نمی‌رود، چون امتیازی ضروری برای راه یافتن به بازی‌ها به دست نیاوردند. بازی‌های امساله با جنجال محروم کردن ورزشکاران روس از حق شرکت در بازی‌های المپی آلوده شد. کمیته بین‌المللی المپی ورزشکاران روس را برای استفاده دوپینگ یا داروهای نیروافزا از حق شرکت در بازی‌ها محروم کرد، ولی دادگاه بین‌المللی ورزشی گفت این حکم درست نیست و ورزشکاران روس حق دارند به مسابقات بروند. تفصیلات موضوع در گزارش عبدالله اشور. روز 4 فوریه کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که 15 ورزشکار علاوگی روس و مربیان آنها را به بازی‌های المپی پیونچخان دعوت نمی‌کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاه بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در شویتزاریا میباشد، حکم کمیته بین‌المللی المپی را از اعتبار ساقط نموده اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه‌های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی‌های المپی سال 2014 در شهر سوچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپی قرار دادگاه را تنقید کرد. حکم دادگاه برای کمیته بین المللی المپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب‌های این قرار آگاهی داریم. ما بی‌صبرانه طلب می‌کنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود، ولی دادگاه می‌گوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیبنامه وزنین، این مهلت قابل قبول نیست. هیئت روسیه از شرکت در بازی‌های المپی پیونچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می توانند به طور انفرادی در هیئتی به اصطلاح دسته المپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی‌های المپی پیونچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می‌شوند حفظ نمودند. و در دایره سیاحت جهانی جام قهرمانی جهان آید به فوتبال را روز دوشنبه 5 فوریه به تاجیکستان آوردند. جام را در قفس مخصوص شیشگین در مجمع کاخ باربد میگذارند و شما هم میتوانید آن را ببینید، ولی اگر در روسیه هستید پس فردا برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا کنید. حتما گزارش را در این باره تقدیم میکنیم. یک دیپلماتی بلندپایه امریکا گفت ایالات متحده هیچ اطلاعی درباره مرگ گلمراد حلیم فرمانده فراری تاجیک ندارد که او به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. هنری اشنر دستیاری وزیر امور خارجه امریکا روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه هیچ اطلاعی درباره
هلاکت گلمراد حلیموف در سوریه در اختیار آمریکایی ها نگذاشته است. گلمراد حلیموف سال 2015 به صف داعش پیوست و معلوم نیست حالا کجاست و با او چی شده است. در مصاحبه با نیسا رسولووا خبرنگاری رادیو آزادی، هنری اشنر همچنین درباره نگرانی های تاجیکستان از بازگشت جنگجویان داعش به منطقه پرسید. First of all, I don't think anybody is certain of the numbers. I've seen پیش از همه من فکر نمی کنم کسی رقم دقیق را بداند. من رقم های بلند به مثل هزارها و رقم های خورده به مثل صدها را دیدم. واقعا من مطمئن نیستم که چند نفری از کشورهای آسیای مرکزی به میدان های جنگ رفتند. من فکر نمی کنم کسی این را واضح بداند. ما از رهبران و دیگر افراد از منطقه شنیده ایم که آنها از بازگشت جنگجویان از میدان های جنگ از عراق و سوریه، احتمال مشکل آفریدن آنها و انجام دادن حمله در منطقه نگران هستند. برای همین ما با حکومت‌ها در مسئله مقابله با فعالیت‌های تروریستی همکاری نزدیک داریم. ما با نهادهای امنیتی، پلیس، نیروهای مرزبانی همکاری می‌کنیم. بخصوص ما در مسئله نیروهای پلیس و مرزبانی با حکومت تاجیکستان همکاری عالی داریم. Police and border services where we have excellent cooperation with the government of Tajikistan. و همکاری ما از دیپلمات آمریکایی همچنین پرسید در صورت تلاش جنگجویان داعش در افغانستان برای ورود به خاک تاجیکستان نیروهای بین المللی چگونه واکنش خواهند نشان داد. First of all, as a matter of fact, we share the assessment actually that پیش از همه در واقع ما ارزیابی هایمان درباره به اصطلاح داعش خراسان در افغانستان را تبادل میکنیم. به اندیشه ما خطری آن حالا نسبتا خرد است. برای ما کاملا واضح است که خطری از این برای افغانستان خطرهای طالبان است. طالبان گروهی است که اکثر حمله ها را انجام میدهد. آنها هستند که به افغانهای دیگر زورآوری زیاد میکنند و آسیب میرسانند. عین زمان ما شاهد حضور گروه خراسانی داعش در چند ناحیه شرقی افغانستان شده ایم. حالا می توانم بگویم که بعضی از آنها اخیراً در ولایت‌های شمال و شرقی افغانستان پیدا شدند. ما از حکومت شما و دیگران واضح شنیدیم که این افراد خطر ایجاد می‌کنند و حکومت تاجیکستان و دیگران البته می‌خواهند با ما همکاری کنند. آنها می‌خواهند ما تلاش‌هایمان را بیشتر کنیم که این خطر زیاد نشود. ما همکاری با حکومت‌ها و حکومت افغانستان را همچنان ادامه می‌دهیم تا ضمانت بدهیم که خطر گروه داعش در خراسان کم شود. کاری که در سال گذشته کرده ایم. من به شما یک واقعیت را میگویم که برای من غم انگیز است. در واقع سال گذشته در افغانستان تعداد سربازان آمریکایی که در جنگ به ضد داعش کشته شدند در مقایسه با آنهایی که در جنگ بر ضد طالبان کشته شدند بیشتر است و این نشان می‌دهد که ما خطر را جدی می‌گیریم. و صحبت مفصل دیپلمات آمریکایی را می توانید به زودی در وبسایت azadi.org و یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. مقامات تاجیکستان میگویند با توصیه آنها مردم دیگر شیوه‌های خیری خود را تغییر دادند و به دیگران ضیافت نمیدهند و پول خیر را برای آبادانی ده یا جای دیگری خرج میکنند. در این باره مقامات کمیته دین روز 5 فوریه در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کردند و برات یوسفی همکار ما هم در این نشست خبری بود. فرض می شود که شرایط خوب با توصیه مقامات کمیته دین در محل‌ها شیوه عنعنوی مراسم خیر و صدقات ساکنان تغییر یافته است. مقامات کمیته دینی تاجیکستان میگوید صدقات در اکثر موارد از بالای دسترخوان به بیرون گذشته است. با شهروندان توصیه می‌دهیم که برای آباد نمودن محلی زیست، برای دستگیری ساحه معارف، مکتب، ساختن مقصد یگان انشاءاتی که برای خوجگی خلق ضرورمند هستند ما توصیه ها رو میتیم. یعنی در اینجا شکلی پیشنهاد نمودن خیر و سخاوت از بالای دسترخوان به شکل دیگر به خاطر آباد کردن کشور وطن روانه شده ایستاده است. مقامات ناظر به اجرای قانون تنظیم کمیته دین است و بر طبق آن میتواند توصیه ها بدهد. 4 ماه پیش با علاوه نمودن تغییر الهه ها به قانون جزا برای اجرا نکردن طلبات آن تشدید شد. از حساب فقط تنها 2 معرکه که به تعاون برگزار می‌گردد به فایده شهروندان زیاده از 31 میلیون سومانی مبلغ پسنداز گردیده است.
یعنی که بله در 4 ماهی که تغییر ایلوه‌ها و قانون وارد کرده شده بودند. تغییر ایلوه‌های جدید خرج‌های توی ختنه، نامگذاری، گهواره‌بندان، دفن و عزا و عیدهای رمضان و قربان را محدود کرده به جای آنها توصیه می‌دهد شهروندان پول خرج را در حساب بانکی برای آینده فرزندان حفظ کنند، برای بهتر کردن شرایط زندگی نوخانه‌داران صرف کنند و با اشتراک کمیسیه‌های محلی ختنه‌سوری‌های خیریوی گذرانند. بر طبق معلومات کمیته دین در سال گذشته 2017 بیش از 7000 نفر و معرکه‌های دستجمعانه خیریوی فرا گرفته شدند. به قول مقامات با وجود تشدید جزا و پیشنهاد توصیه‌های نو مردم هنوز هم قانون شکنی می‌کنند. در میان آنها منصبداران و امام خطیبان نیز هستند. از قانون شکنی که به قید گرفته شده است خدمتچیان دولتی در این میان 13 نفر را تشکیل می‌کنند. صاحبکاران 30 نفر، کارمندان ساحه تیپ 6 نفر و 1 نفر امام خطیبی مسجد. پرونده افرادی که قانون تنظیم جشن و عنعنه‌ها را پایمال کرده‌اند، دادگاه‌ها بررسی و جریمه مقرر کرده است. قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در تاجیکستان 10 سال قبل تهیه و مورد اجرا قرار گرفته بود. سر می‌زنیم به افغانستان. مقامات افغانستان گفتند 7 نفر را در رابطه با لطوکوبی بیرحمانه زنی بازداشت کردند. ویدیوی لطوکوبی دستجمعی زنی برقپوش هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار روز 5 فوریه در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفت همه بازداشت شده‌ها خویشاوندان زنی جبر دیده هستند. او درباره انگیزه‌های حادثه گفت یک جوان به خانه زن داخل شده تقریباً 3 ساعت آنجا مانده است. اعضای خانواده زن خبردار شده دختر را به بیرون میکشند و بیرحمانه لطوکوب میکنند. سخنگوی والی تخار گفت که زن زنده است، در خانه شوهرش در ناحیه چاه آب زندگی میکند. و گفته سنت الله حادثه تقریباً 1.5 ماه پیش اتفاق افتاده است. و برای آنهایی که حالا در روسیه و به خصوص در پایتخت آن شهر مسکو هستند، هواشناسان میگویند حرارت در اینجا روزهای آینده پایینتر می آید و ممکن است باریدن برف همچنان ادامه کند. در یک شبانه روز در پایتخت روسیه بیشتر از 0.5 متر برف بارید. حالا کار و حرکت نقلیات در اینجا مشکل شده است. شهردار مسکو گفته است بچه‌ها می توانند به مکتب نروند و بهتر است که مردم ماشین‌های خصوصی را استفاده نبرند. درباره برف زیاد و عاقبت‌های آن در مسکو همکارم خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد. هواشناسان روسیه میگویند برفی که در مسکو باریده است تا کنون در پایتخت مشاهده نشده بود. با گفته آنها در مسکو در یک شبانه روز 64 سانتی متر و بیشتر از معیار ماهانه برف باریده است. در نتیجه برف زیاد 2000 درخت شکست و پرواز 150 هواپیما به تأخیر انداخته شد. با گفته مقامات در پی افتادن درخت و کنده شدن ناقل برق 1 نفر هلاک شده است. 5 نفر دیگر آسیب دیدند. در کناره‌های مسکو 250 محله بی نیروی برق ماند. برای پاکسازی کوچه‌ها خدمات کمونالی هزاران نفر را سفربر کرده است، ولی آنها هم نمی‌توانند سری وقت برف را از راه‌ها بردارند. ماشین‌های زیاد در پایتخت روسیه تنبه شدند. با وجود این هم بعضی‌ها خوشحالند. ҳавои имрӯза афсонавӣ ва олӣ аст. албатта зури хадамот барои поксозӣ намерасад, вале дар умум таби мо хуш аст, солинавист. зимистони воқеии русия ҳамин гуна бояд бошад. аммо зимистони воқеии русия кори муҳоҷирони тоҷикро бисёр сахт кард. яке аз онҳо ин видеоро ба мо фиристод. ҳамаи ами мардуме ки барф тоза кардастанд ҳамашон тоҷикон. این راه سهر خطی تراکتورا رفتن یا نیمکلون او کم از او خطی میبرن هر گجا میپرتن. با گفته هواشناسان موجی که برف زیاد را به مسکو آورد امروز از پایتخت بیرون میرود، ولی حرارت هوا باز هم سردتر میشود. و بیننده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org پیدا کنید. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید. در ادنکلاسنیکی نیز عین گروه را داریم. خدا نگهبان.